ایالات متحده آمریکا شهر واشنگتن دی سی و نشست پروژه شکوفایی ایران با شما همراه هستم. نشستی که به همت سازمان نفتی یا اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران برگزار میشه. برنامه پیشرو نقشه راهی عملی و پیشنهادی برای ساختن ایران فرداست. پروژه شکوفایی ایران نتیجه ساعتها پژوهش، تحلیل و همکاری گروهی از اقتصاددانان، کارشناسان و تحلیلگران برجسته ایرانی با یک هدف روشن: بازسازی اقتصادی و اجتماعی ایران پس از جمهوری اسلامی بر پایه شفافیت، رقابت و اقتصاد بازار آزاد. مسیر پیش رو کم چالش نیست، ولی میشه با اراده، دانش و تکیه بر تخصص و اراده ملی ما ایرانی ها از دل ویرانی ایرانی نو، شکوفا و آباد ساخت. اجازه بدید که ابتدا نگاهی کنیم به اونچه ایران میتونست باشه و اونچه امروز هست و پرسش هایی که آینده رو رقم میزنن. ایران، چهارراه تمدن، ثروت و فرصت‌ها. با بیش از 90 میلیون جمعیت، بازاری پرظرفیت و نیروی کار جوان و تحصیل کرده‌ای که می‌تواند موتور محرک اقتصاد باشد. ایران همه آنچه را که برای شکوفایی اقتصادی نیاز است در اختیار دارد. اما با وجود این ظرفیت‌ها، امروز گرفتار رکود، تورم، فقر، سقوط ارزش پول ملی و خروج سرمایه شده است. شاید امروز بیش از هر زمان دیگری ایرانیان به این باور رسیدند که نخستین گام برای نجات اقتصاد ایران عبور از جمهوری اسلامی است. اما پرسش‌های اساسی فراتر از این عبور است. چالش‌های ایران پس از جمهوری اسلامی کدامند و چگونه باید با آنها روبرو شد؟ چگونه میتوان اقتصاد فاسد و رانتی امروز را به اقتصادی شفاف، رقابتی و آزاد تبدیل کرد؟ چه سیاست‌هایی باید اتخاذ شود تا اعتماد عمومی به نهادهای اقتصادی و مالی کشور بازگردد؟ چگونه میتوان مسیر بازگشت سرمایه بین‌المللی را گشود و نقش بخش خصوصی و کارآفرینان در این گذار حیاتی چیست؟ تصمیماتی که نخستین دولت موقت پس از سقوط جمهوری اسلامی اتخاذ می کند نه تنها مسیر اقتصادی و سیاسی ایران را ترسیم می کند، بلکه آینده چندین نسل رو رقم خواهد زد. راه درست کدام است و چگونه می توان ایران رو در مسیر شکوفایی اقتصادی قرار داد؟ کارشناسانی که در این قسمت از برنامه ما رو همراهی میکنن آقایان محمدرضا جهانپرور، اقتصاددان با سابقه گسترده در پژوهش، تدریس و سیاستگذاری در حوزه بازارهای مالی بین‌المللی، اقتصاد کلان و برنامه‌ریزی بودجه‌ای. احمد عشقیار، متخصص راهبرد تجاری و تحلیلگر ارشد داده با تجربه حرفه‌ای در حوزه‌های خدمات مالی و سیامک جوادی، استاد مالی در دانشگاه تگزاس که نویسنده 2 فصل از پروژه شکوفایی ایران در حوزه‌های بانک و بازار مالی هستند. در سالهای گذشته یکی از مهمترین پرسش‌های پیش روی ملت ایران این بوده: پس از عبور از جمهوری اسلامی ایران به چه سمتی میره؟ چه آینده‌ای در انتظار ماست و این مسیر چطور باید طی بشه؟ در پاسخ به این پرسش‌ها چهره‌ای که همواره بر لزوم ترسیم آینده‌ای روشن و برنامه محور برای این گذار تاریخی تاکید داشته، شاهزاده رضا پهلوی بوده. یکی از ارکان اصلی برنامه پنجگانه ایشون برای عبور از جمهوری اسلامی و دوران پس از اون ارائه چشماندازی روشن برای بازسازی سیاسی و اقتصاد ایرانه. پروژه شکوفایی ایران هم در همین راستا و با همین هدف شکل گرفته. پیش از اینکه از شاهزاده رضا پهلوی دعوت کنم تا به روی صحنه بیان، ویدیویی رو تماشا می‌کنیم که تصویری روشن از چشمانداز ایشون برای آینده ایران ارائه میده. سالهاست که کشور ما ایران گرفتار ظلم، فساد